سلام بچه، خوش اومدید به ویدیو جدید. من اومدم با یه ویدیو چالش برانگیز و اینکه ما مود ماشین میزنیم ولی رندوم میزنیم. بذارید دقیقه اولیه ماشین اومد. خب بعد اینجاست ماشینه، میریم سوار ماشین میشیم. بعدم که میبینید چالشامون خیلی جالبن، 4 بار فرصت دارم. و اینکه حالا آهنگ رو قطعی کنیم اول. خب 3 2 1. حالا میرم ماشین بعدی رو میزنیم. بایستید یه دقیقه بریزم اینجا. میایم اینجا ماشین بعدی، یعنی بازم رندی رو میزنیم. خب میگیریم، حالا ویدیو میزنیم 2. حالا یه ماشین خوب بیاد. اوه عجب ماشینیه، پشمون. درش چطوری باز میشه؟ خب ازاره ببینیم چطور. اوه فوق‌العاده است. 3 2 1. این میره بزنید. حالا چالش بعدی دقیق در همین مکان. نمیدونم چرا نمیره بالا. نمیره بالا. یه دقیقه بایستید. اینجاست. بایستید برم عقب، سرعت زیاد باشه شاید بره. خرابه ماشینش، کفخوابه. خب بریم چالش بعدی. حالا اینو ول کنیم، بعدا میریم مود میزنیم درستش کنیم. حالا حالا دوباره از اول شروع نمی کنیم. ببینید از همین دوباره همین رو میدیم ولی با ماشین رو عوضی کنیم. ماشین رو عوضی کنیم. خب حالا خب بچه ماشین بعدی رو میاریم ببینیم چیه. ماشین سومی میزنیم. جیب، عجب جیبیه، سقفش بازه کامل. بعد میریم سوارشیم. خب 3 2 1. میریم فقط بهتره. این جیب نمیره، امکان نداره. خب حالا ولش کنیم، بریم بعدی رو بریم. یه بار تست کنم شاید شد. حالا گازو باید بدیم. دورشو میزنم، اینو میزنم. اینه لایه سرعتمو کم کردم. خب بعدی این سخته واسه اینجی واقعا. اصلا نمیتونه، نمیشه، اینو نمیتونه. حالا ببینیم چی کار میکنه. اصلا نمیره. بچه ماشین چهارمیمون اینه. شانسی میزنیم. حالا ماشین چهارم میزنیم. شاسی بلند. وایسید آدم فکر کنم خرابه. بعدم حالا
ببینید اگه اینو ندیم یعنی چالش رو باختیم. حالا ببینیم چی میشه. آهن فقط کنیم. حالا با تمام سرعت میدیم. نه این اولی رو نرم. نه این نرم. یه بار دیگه میخواد جلوش رو تست کنم چون که سپرش کنده شد شاید بره. بذارید یه دقیقه. نه نمیره کلا. Son of a bitch. میریم اول اینجا. حالا گاز میدیم گاز میدیم گاز میدیم گاز میدیم. آن دوباره گاز میدیم. حالا پس حالا این آخری و اگه نریم یعنی چالشو باختیم دیگه. یه بار دیگه میدم چون که نشد. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه.